با سلام دوستان عزیز، به ویدیو پیش بینی امروز خوش اومدید. خب امروز 4 مرداد 26 جولای هستش. بریم ببینیم اوضاع چجوریه. اول بیت کوین رو با هم بررسی بکنیم. بیت کوین هفتگی. خب بیت کوین هفتگی یه مقدار کاهش قیمت داشتیم. TWR رو به سمت پایین، دیف 2 باز همون شکلیه، حجم هم در ناحیه مثبت. این حجم اگه بیاد ناحیه منفی به چه معنی است؟ به معنی بازگشت اینجاست. ببینید مثل این نقطه باید بیاد ناحیه منفی. تا نیاد ناحیه منفی نمیتونیم بگیم افزایش قیمت خواهیم داشت. فعلا از لحاظ هفتگی افزایش قیمت نشون نمیده، ولی خب روزانه‌ش هم باید ببینیم. روزانه خب TWR کاهشی شده، دیف 2 در حال بازگشته، حجم منفی. این خیلی خوبه. این چی نشون میده؟ یعنی افزایش قیمت. دیروز گفتیم ممکنه از امروز شروع بشه یا از دیروز، باز میگم ممکنه از امروز یا فردا شروع بشه. این افزایش قیمت خواهیم داشت. این افزایش قیمت ممکنه زیاد باشه یا کم، ولی چون خیلی حجم پایین رفته، اگه اینجا رو دقت کنیم ممکنه افزایش قیمت زیاد هم نباشه. پس پیش بینی ما برای بیت کوین به این شکله که روزانه افزایش رو نشون میده، ولی هفتگی افزایش آنچنانی نشون نمیده. این افزایش احتمالاً از فردا یا از امروز خواهد بود. این از بیت کوین. حالا اتریوم رو ببینیم. اتریوم هفتگی. خب اتریوم هفتگی TWR مثبت، دیف 2 هم سمت کاهشی هست، حجم مثبت. این قشنگ نشون میده که اتریوم از لحاظ هفتگی کاهشی است، از لحاظ هفتگی. ولی از لحاظ روزانه خب TWR حجم برگشته، به این خاطر یه مقدار افزایش داشتیم، ولی خب TWR کاهشی است، دیف 2 هم کاهشی است. این هم زیاد افزایش آنچنانی نخواهد داشت، شاید یکم بره بالا، ولی کاهش قیمت داریم تو اتریوم. بعد بریم خب بیت کوین 117366، 3743 اتریوم. ریپل خب حالا هفتگی، حجم خیلی بالاست، دیپ 2 بالاست، TWR هم بالاست، کاهش رو نشون میده. یعنی تو آینده ریپل کاهشی خواهد بود. ولی خب روزانه‌ش هم ببینم. روزانه حجم داره برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی قیمت هم داره برمیگرده. نگاه کنید، وقتی حجم بره ناحیه منفی و برگرده یعنی به معنی افزایش. پس برای ریپل در کوتاه مدت یا روزانه یه افزایش خواهیم داشت، ولی چون هفتگیش کاهشیه این افزایش ممکنه خیلی زیاد نباشه. خب حالا بریم BNB هفتگی. TWR مثبت، دیف 2 برگشته، حجم مثبت، افزایش نشون نمیده. روزانه‌اش خیلی بالا رفته، یعنی TWR خیلی بالاست، دیف 2 هم کاهشی، ولی حجم در ناحیه منفیه. BNB یه مقدار میره بالا ولی بعد کاهش پیدا میکنه. اینم از BNB. حالا بریم مثلا کاردانو رو بررسی بکنیم. کاردانو
خب TWR در حال بازگشت، دیفدو بازگشت ولی حجم مثبت. کاردانو تمایل به افزایش هفتگی نشون میده ولی ببینید روزانش چه شکلیه. روزانش هم افزایشی میشه. این برمیگرده. کاردانو پیش بینی افزایشی است برای کاردانو. خب بریم دیگه چه بررسی بکنیم. بذارید لینک هم بررسی بکنیم. لینک هفتگی لینک. خب حجم مثبت، دیفدو افزایشی، اینم افزایشی. چون حجم مثبته حالا ممکنه افزایش پیدا کنه ولی مشکوکه، یعنی بین افزایش کاهشه. با هفتگی نمیتونیم تصمیم بگیریم. روزانه‌شو ببینم. روزانه این خیلی بالاست، اینم کاهشی، اینم کاهشی. روزانش به ما میگه که یه مقدار اینجا این داره برمیگرده افزایش قیمت، ولی چون هفتگیش کاهش رو تقریبا نشون میداد بعد اون کاهش پیدا میکنه. اینم از لینک، اینم از پیشبینی امروزمون.